با گذشت ایام و تحکیم استقلال رویه ایدانه و تنتنه‌های جشنی فضای کشوری صاحب استقبالمان را فرا گرفته و آن همه مشکلات و معماها پس سر گردیدند و دستاوردهای دوران استقلالیت از آن گواهی می‌دهند که مردم وطن دوست و سربلند کشور در تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان سهم ارزنده می‌گذارند و سعی و تلاش به خرج می‌دهند تا سعادت خانوادگی در هر خاندان مردم کشور تامین گردد. همین است که امروزها در شهر ترسونزاده کارهای آبادانی، سازندگی و بنیادکاری از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران محلی جریان دارد. در شهر ترسونزاده امروز کارهای آبادانی با مرام ادامه دارند. از نوسازی راه‌ها، بنیاد انشاءات‌های فرهنگی و معیشی، تنظیم نقلیات نیز به راه مانده شده است و نگفته نماند که تمام شهروندان با دست و دل گرم این احساس کرده شهر خود را آباد و زیبا کرده ایستادند. باید گفت که در مرکز شهر ترسونزاده پیشتر تنبشوی ماشین‌های زیاد به نظر می‌رسید. از این را تمام خطسرهای داخل و بیرون را از مرکز به ترمینال مسافربری وحدت 2012 که در درآمدگاه شهر به طور زمانوی ساخته شده است گذرانده شد. در گردش مرکز شهر باشد بنیاد یک فواره کلان رنگارنگ به نقشه گرفته شده است. تمام دکان و مغازه‌هایی که غیرقانونی در کوچه پارتی توجیه شهر ترسونزاده گذاشته شده بودند از بین برداشته برای از نوسازی و برقرار نمودن کوچه لایحه‌ها ترتیب داده برای از نو برقرار نمودن کارهای ساختمانی را آغاز نمودند. در مرکز شهر ترسونزاده بینای مرکز سودای کودکان که سالهای دراز فرسوده شده بود از نو برقرار ساخته موافقی لایحه پیشنهاد نموده برقرار سازیم. داخل جمعیت دارای مساحتش محدود حاجی فضل خان خط سیر رقم 2 شده است که شهروندان را از مرکز به ترمینال‌های مسافربری می‌رساند. اطراف بازار مرکزی شهر نیز بنیاد و از نو سازی می‌گردد. با همکاری حکومت شهر ترسونزاده و صاحبکاران بازار مرکزی خب در بازار مرکزی نویس‌های سایبان نو ساخته شده است و برای صاحبکاران پیش تخته‌های حاضر زمان و چخلی که می‌بینید من دروازه‌های کلان بازار مرکزی از نوسازی و تعمیر گردیده است. باعث سرفرازی است که جشن‌های دولتی را مردم تمدن‌ساز و آبادگر و زحمت پیشه و با فرهنگ شهر ترسونزاده با روحیه بنیادکاری و سازندگی استقبال گرفتند برای باز هم تحکیم بخشیدن پایه‌های دولت جوانمان سهم وطن دوستانه خود را می‌گذارند.